سلام و وقت بخیر شاگردان عزیز. امروز می خواهیم یاد بگیریم که چطور از گوگل میت برای اشتراک در صنوف آنلاین استفاده کنیم. اول وارد اپلیکیشن گوگل میت می شویم. میگوییم چطور با یک جلسه درسی بپیوندیم. اگر معلم لینک جلسه را فرستاده باشد، فقط روی لینک کلیک میکنیم. در صورتی که معلم شما به این صورت یک لینک را برای شما میفرستد، روی لینک کلیک میکنین و به این صورت می توانید که به صنف درسی خود وارد گردید. بعدم با کلیک در روی دکمه جوین به صنف درسی خود وارد می‌گردید و در اینجا شما مشاهدهگر صفحه گوگل میت میباشید و از این قسمت میتونید دست خود را بلند کنید، میکروفون خود را روشن کنید و کامره خود را روشن کنید. و در این قسمت شما میتوانید به خاطر استفاده از ریاکشن ها از این استیکر ها استفاده کنید. و در قسمت انکال مسیج شما میتوانید مسیج هایی به دوستان و استاد خود بفرستید در داخل گوگل میت. و از قسمت شیر اسکرین میتونید که اسکرین خود را با دیگران شریک بسازید و با کلیک روی دکمه سرخ که لیو کال است میتونید از جلسه درسی خود وقتی که ختم شد خارج بگردید. به همین قدر سادگی. اگر سوالی دارید در قسمت کامنت ها از ما بپرسید. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و ویدیو را لایک کنید.